ولادت. جای دادیم در جانب مشرق، شما قبلا هم خواندید، اونجا درختی بود، درخت خرما بود، چشمه آب زلال بود. جبرائیل گفت که ای مریم از این چشمه از آبش بخور، از این درخت خرمایش بخور. مأکول و مشروبت را خدا اینجا برات فراهم کرده. لذا میگن بیشتر مفسران همین را میگن. اما بعضی میگن چون اینجا و آویناهما هست، پناه دادن، این بعد از ولادت عیسی هست، بعد از ولادت عیسی هست. بعد از ولادت عیسی چرا پناه بردند؟ میگویند که پادشاهی بود در اون زمان، به اون پادشاه گفتند درباره عیسی که این در آینده خطرناک میشه. خب یهود دیگران پیشگویی کرده بودند و او پادشاه میخواست که عیسی را از بین ببرد. لذا مریم علیه السلام عیسی را برداشت و فرار کرد. اینجا به این ربوه آمد، پناه گرفت، خدا اینجا جایش داد. تا مدتی، تا سالها اینجا بود. لذا بعضی این گفتند، علامه علوسی گفته و ذکر ان سبب هذا الایوا آویناهما، پناه دادیم. سبب این پناه دادن چی بود؟ ان ملک ذلك الزمان عزم على قتل عیسی، میخواست عیسی را بکشد، چیزهای بهش گفته بودند. ففرت به امه، مادرش او را برداشت و فرار کرد. پس این ایوا بر اساس این قوم در زمان ولادت نیست، این جای دادن بعد از ولادت است. تا 12 سالگی عیسی را به جای دیگه برد، نگهداری کرد. یا ایها الرسل، حالا یه دلیل نقلی از همه رسول، خداوند به رسول خطاب کرد. اما این خطاب کجا بود؟ همه رسول نبودند. منظور از این خطاب جداگانه و ندای جداگانه بر هر پیغمبر، چون پیغمبران در زمانهای متفاوت و مختلفی بودند. گویا به هر پیغمبر در زمان خودش خدا همین را فرمود که ای انبیاء من، این اصل را رعایت کنید که مال حلال بخورید. کلوا من الطیبات، دقت داشته باشید اثر مال حلال و مال طیب چیه؟ واعملوا صالحا، عمل صالح انجام بدید. خب ببینید واعملوا صالحا بعد از کلوا من الطیبات آمده. واعملوا صالحا کجا آمده؟ بعد از کلوا من الطیبات. علما میگن که معلوم میشه این دو با هم دیگر ربط دارند، با هم دیگر ارتباط دارند. اونهایی که مال پاکیزه میخورن یعنی حلال طیب، اونا توفیق برای اعمال صالح زیاد دارند. خدا اونا رو توفیق میده. هرچه مال من و شما پاکتر باشد، حلالتر باشد، بغل و غشتر باشد، توفیقات ما، نور درونی قلب ما بیشتر میشه، بهتر خدا را عبادت میکنیم، کارهای بزرگتری میکنیم. اما اگر ناپاک باشد مال ما، حرام باشد، این سبب محرومیت میشه، توفیق از انسان چی میشه؟ سلب میشه. به همین خاطر میگه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، بعد عمل صالح کنید. انی بما تعملون علیم، همانا من پروردگار نسبت به اعمال شما خبر دارم، علم دارم. بعد از این بعد از این که خداوند فرمود مال پاکیزه بخورید، عمل صالح انجام بدید، فرمود که دین شما، ملت شما یکیه. و ان هذه امتکم، هذه یعنی همین طریقی که گذشت. طریقی گذشت چه طریقی بود؟ طریق توحید، نفی شرک، رد خدایان. ان هذه امتکم امه واحده، این امت شماست، امت واحده، یعنی ملتکم و شریعتکم، شریعت شما، دین شما همین توحیدی هست. و انا ربکم فاتقون، و من پروردگار رب شما هستم، فقط از من بترسید، عبادت غیر من را نکنید. اما خداوند عزوجل می فرماید
رسول که رفتند امتها آمدند دین را تکه تکه کردند، یعنی در دین تحریف و تغییر ایجاد کردند. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، فتقطعوا امرهم یعنی امر دین خودشون را تکه تکه کردن، جدا جدا کردن بین خودشان. زبرا یعنی گروه گروه. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروهی آنچه که نزد او بود از دین به اون خوشحال بود، کم بود یا زیاد، دیندار بود یا نبود. حالا الله عزوجل به پیغمبرش میگه ای پیغمبر من بذار اینها در غفلتهای خودشون تا مدتی بگذارند، بذار خوش بگذرانند، بذار عیش کنند، بذار که ادامه بدن تا اینکه ما مؤاخذه بکنیم. مؤاخذه ما هم سر وقته. فذرهم فی غمرتهم، بگذار آنها را در غفلتشان. غمره یعنی اصل غمر چی را میگویند؟ آبی که گود باشد و زیاد باشد، یعنی اینها در غفلت زیاد فرو رفتن، تا دور رفتن. بذار تا حین، تا یک مدتی. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، آیا اینها میپندارند، فکر میکنند اینکه همانا ما نمدهم به من مال و بنین، برای اونها میکشیم، اضافه میکنیم، زیاد میکنیم مال و بنین را، نسارع لهم فی الخیرات، در خیر ما در خیر اونها سرعت میبخشیم. دقت بکنید، معنای آیه را بفهمید. منظور اینه که آیا فکر میکنن که ما به اونها مال زیاد میدیم این خیری هست از طرف ما؟ مال خیر است؟ نه خیر. ببینید هر کسی که مال تند تند بهش داده میشه و دار سرمایه دار میشه بکوب، این دلیل خیر نمیتونه باشه. خیریت ما با چی هست؟ با رابطه با خدا است. رابطه خوبی بود، خیر است، نبود شر. پس مال زیاد به کسی دادن باعث چی؟ خیرش حساب نشه. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، آیا می پندارند که ما اونها را می افزاییم، در اونها زیاد می کنیم مال و اولادشون را؟ این که می افزاییم نسارع لهم فی الخیرات، در کار خیر ما داریم اضافه می کنیم برای اونها؟ نه، اونطور نیست. بل لا یشعرون، اینا نمیفهمن که این استدراج است، این دلیل نجات نیست، دلیل رحمت نیست. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اون همون سه چیز اینجا هم آمده، شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، همانا آنهایی که از خشیت ربشان، از ترس پروردگار، مشفقون یعنی خائفون، آنهایی که می ترسند. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، آنهایی که نسبت به آیات ربشان ایمان می آورند. والذین هم بربهم لا یشرکون، آنهایی که نسبت به ربشان شریک نمی گیرند. همه صفات خوب ذکر شده. والذین یؤتون ما آتوا، آنهایی که میدهند آنچه که میدهند در راه خدا، در حالی میدهند که و قلوبهم وجله، در دل میترسند، در راه خدا انفاق میکنند، هم از خدا میترسند که انهم الى ربهم راجعون، میترسند از اینکه به سوی پروردگار برمیگردند. همه این گروه ها را الله میفرماید اولئک یسارعون فی الخیرات، این افراد کسانی هستند که در خیر، در کارهای خیر از هم دیگه پیشی میگیرند. و هم لها سابقون، و اینها برای اون خیرات سابقون هستند، یعنی به سرعت به سمت خیر میروند و از هم دیگه مسابقه میدند و پیشی میگیرند. لا یظلمون، تمام این انسان ها مورد ستم و ظلم واقع نمیشوند. حالا ببینید واقعا این کلمات قرآن و این آیات تکان دهنده هستند. آیا این آیات سبب هدایت این مشرکان نمی شوند؟
خداوند میفرماید بل قلوبهم فی غمرة من هذا، دلهای این افراد، این گروه در غفلت از این قرآن است. ولهم اعمال من دون ذلك، تنها اعمالشون این انحماک در دنیا نیست، این غفلت نیست، این خوشگذرانی نیست. دیگه اعمالی که معلوم میشه همه چیز را الله مناسب نمیدونه در قرآن ذکر کنه. بسیاری از مفاسد هستن که در قرآن ذکر نمیشه، مثل این آیه به سوی اونها اشاره میشه. ولهم اعمال، تمام این کفار مشرکین کارهای دیگه داشتن من دون ذالک، غیر از این که هم لها عاملون. این به معنی استمرار است که اینها همیشه اون اعمال را انجام میدادند، همیشه اون کارهای زشت را انجام میدادند. خلاصه الله میفرماید این اقوام تمرد و سرکشی و فساد و غیره را داشتند حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب، حتی وقتی که ما مؤاخذه کردیم خوشگذرانهای اونها را به عذاب مؤاخذه کردیم، اذا هم یجأرون، در این هنگام آه و ناله می کردند. یجأرون به معنی یصرخون، فریاد زدن. حالا الله تعالی وقتی که اونها فریاد زدن خدا میفرماید ببین اعمال اونها را هم خدا ذکر کرده. این اعمال متاسفانه امروزه در جوانان مسلمان هست. این چیزهایی هستند که خدا ناراضی از اینها. خوب دقت کنید چه کارهایی هستند. خدا به اونها میگه لا تجأروا اليوم، داد و فریاد نکنید امروز، آه و فغان نکنید، ناله نکنید. انکم منا لا تنصرون، شما از جانب ما یاری نمیشید، از طرف ما هیچ نوع یاری برای شما وجود نداره. چرا؟ این دلیلش قد کانت آیاتی تتلى علیکم، همان آیات ما بر شما تلاوت میشد. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، شما پشت سر برمیگشتید. تنکسون یعنی ترجعون. شما آیات ما وقتی که برای شما می آمد شما پشت سر برمیگشتید. به این خاطر شما امروز به داد شما رسیدگی نمیشه. مستکبرین به، در حالی که نسبت به این آیات تکبر از خود نشان میدادید، غرور خودتون را کی میدانستید، در حالی که سامرا تهجرون. سامر از سمر هست، سمر شب بیداری را میگویند. شما خواندید در حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم از سمر من کردند، مسامره بعد العشاء، یعنی بعد از نماز عشاء انسان بیدار بماند و جلسه و گپ و خوش گپی و اینا ممنوعه. پس سامر به اینها میگن که در اون جلسات شبانه، در اون بزمهای شبانه، وقتی که دوربر خودشون می نشستند اطراف خودشون هذیان می گفتند، یعنی حرفای دیوانگی می زدند، هی خنده و قهقه و الله می فرماید مستکبرین به، در حالی که تکبر کردند به آن. سامرن در بزمهای شبانه، تهجرون هذیان می گفتید. اونجا در قیامت به اونها گفته میشه. یاد شما هست اون جلساتی که با دوستان بودید شبها، چه قهقهی، چه مسخرهی به دین، چه کفرگویی هایی. افلم یدبروا القول، آیا اینها به این قول یعنی به قرآن تدبر نمی کنند، فکر نمی کنند؟ ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، به این که آمده پیش اونها اون چیزی که نیامده پیش پدران گذشته این. اینجا الان خطاب به مشرکین مکه هست. بعد از این همه نمونه های عذاب فکر نمی کنند چنان کتابی خدا برایشون فرستاده که این کتاب در میان پدران اولین اونها فرستاده نشد. حالا خدا می فرماید اینا چرا ایمان نمی آورن؟ مگه پیغمبر را نمی شناسند، نسبت به پیغمبر جاهل هستند؟ ام لم یعرفوا رسولهم، آیا نشناختن رسولشان را؟ فهم له منکرون، اینها اصلا منکر اون رسول هستند.
ام یقولون به جنه، یا میگویند که پیغمبر العیاذ بالله جنون دارد. به جنه یعنی به جنون. بل جاءهم بالحق، حقیقت اینه که اون پیغمبر با حق آمده، اما اکثر این مشرکان نسبت به حق کاره هستند، بغض دارند، حق را نمیپذیرند. ولو اتبع الحق اهواءهم، حالا حق آمده، نیامده که حق تابع اونها باشه، باید اونها تابع حق باشند. اگر حق تابع خواهشات اونها باشد، خب میدونی هر انسان یه خواهشی داره. لفسدت السماوات والارض و من فیهن، تمام آسمان ها و زمین و اطراف درونش فاسد میشد. اینا آرزوهای تمام باطل دارن. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون، بلکه ما آوردیم برای اینها ذکرشان را، یعنی قرآن، اما اینها از ذکر و پند خودشون چی هستند؟ اعراض کننده. بجای اینکه پند بگیرند، بجای اینکه تذکر بگیرند، پشت میدهند. چرا پشت میدن ای پیغمبری من؟ ام تسألهم خرجا، آیا از اینها شما هزینه میخواید؟ خرج یعنی هزینه، پول. فخراج ربک خیر، اون هزینه رب یعنی ثواب پروردگار بهتر است. و هو خیر الرازقین، او بهترین رزق است. الله بهترین رزق دهنده است، لذا او بهت میده. حالا اینا که ایمان می آورند، چرا ایمان نمی آورند؟ اینا که ایمان نمی آورند، مگر شما پول می خواهی؟ مگر شما چیز بدی را ارائه می دید؟ اون چیزی که شما ارائه می دید قرآن است، صراط مستقیم. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، شما اونها را به صراط مستقیم راهنمایی و دعوت می دید. و ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، همان اونها که به قیامت ایمان ندارند از این صراط مستقیم منحرف میشن، بر میگردن. ناکبون یعنی منصرف شدن. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، اینجا خداوند بیان میفرماید قساوت و عناد اونها را. اگر ما بر اونها رحم کنیم، و کشفنا ما بهم من ضر، اون مصیبتی که برای اونها آمده، عذابی که الان گرفتار شدن، اون را دور کنیم، اینا دوباره عبرت میگیرن؟ نه. للجوا فی طغیانهم یعمهون، یعنی فرو میروند، وارد میشن در سرکشیشان سرگردان، همش گناه، معصیت، سرکشی. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، خداوند میفرماید ما اینها را مؤاخذه کردیم، سختی آوردیم برای اونها، گوشمالی دادیم، گاهی قحط و گاهی گرسنگی و گاهی دیگه مشکلی. اما فما استكانوا لربهم، فما استكانوا یعنی فما خضعوا، در مقابل پروردگار اینها فروتنی از خود نشان ندادند. و ما یتضرعون، تضرع هم نکردند تا اینکه عذاب خدا آمد. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، حتی که دری که اون در عذاب بود گشودیم، اذا هم فیه مبلسون، در این هنگام حیرت زده بودن چطور یک عذاب آمد، یا ناامید بودند از نجاتشون. دیگه گفته حالا عذاب آمد، الان دیگه نجات نمیابیم، هر چی توبه بکنیم، هر چی داد و فریاد بکنیم، دیگه خبری برای نجات ما نیست. الله عزوجل میفرماید اینها را ما مهلت دادیم چند بار، شرایط و حالات. الافئده، الله آن ذاتی هست که ایجاد کرد برای شما، یعنی اینها ابزار هدایت هستند تا بفهمید. برای شما ایجاد کرد گوش و چشم و دل، به وسیله گوش بشنوید، چشم ببینید، به وسیله قلب بفهمید. قلیلا ما تشکرون، آنچه که شکر میکنید بسیار اندک است. و هو الذی ذرأکم، الله آن ذاتی است که شما را آفرید در زمین. و الیه تحشرون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. ببینید مراحل مختلف را خدا ذکر میکنه. اول ما را کامل کرد، سمع و بصر و دل و عقل و فهم و همه به ما داد.
بعدا ما را در زمین منتشر کرد. این مرحله بعدی هست. در زمین که منتشر کرد، حالا در زمین حالات مختلفی برای ما میاد، اما دو پدیده بسیار مهم هستند، یکی موت یکی حیات. این به دست او است. و هو الذی یحیی و یمیت، الله آن ذاتی هست که میراند و زنده میکند. و له اختلاف اللیل و النهار، برای الله است اختلاف شب و روز. یعنی چی؟ یعنی به دست او هست، شب را میبرد روز را میآورد، روز را میبرد شب را میآورد. افلا تعقلون، ای انسان ها، ای مخاطبین، هنوز خرد نداری، عقل ندارید؟ خدای عزوجل چگونه این نظام را برای رفاه شما، برای راحت شما نظام را اداره می کند؟ اما بعد از این همه دلائل، بعد از این همه نعمت ها، چه توقع دارید مشرکین چه جواب بدهند؟ همه چیز را انکار می کنند، کاسه کوزه را میشکنند. فرصتی که داده شده از این فرصت استفاده خوب نمی کنند. الله حالت مشرکین را بیان می فرماید: بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکه آنان گفتند مثل آنچه که گفتند اولین گفتند. قالوا اذا متنا و كنا ترابا و عظاما، گفت آیا وقتی ما بمیریم و بشیم تبدیل به خاک و استخوان پوسیده، اینا لمبعوثون، آیا ما دوباره مبعوث میشیم از قبرها؟ لقد وعدنا، این وعده ای هست که با پدران ما همین شده، ولی پدران مرده هنوز زنده نشدن. لقد وعدنا، همانا ما وعده شدیم، نحن و آباؤنا هذا، ما و پدران ما به این وعده داده شدیم. من قبل از این هذا الا اساطیر الاولین، نیست این مگر افسانه پیشینیان. لذا الله تعالی می فرماید که اینا انکار کردند، باز هم نعمتهای پروردگار را با پشت پا زدند. خداوند به صورت دلیل اعترافی از اونها می پرسد: قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، شما به من بگید زمین و من فیها مالکی اگر شما علم دارید. کی زمین را خلق کرد؟ که من فیها را، کوها را، دشت را، آنچه که مخلوق و خوراکی هستند در زمین، اینا را کی پیدا کرده؟ بله، سیقولون لله، اینها انقریب پاسخ میده همه برای خداست. قل افلا تذکرون، پس به اونها بگو باز هم پند نمیگیرید؟ وقتی مال خداست چرا شما به سوی خدا نمی آیید؟ به خدا پشت دادید. قل من رب السماوات السبع افلا تذکرون، شما پند نمیگیرید؟ قل من رب السماوات، این دلیل دوم. کی هست اون ذاتی که رب آسمان ها، رب به معنی تربیت کننده، مدبر، گرداننده همه امور را در این عالم اوست که گردانندگی می کند. کی هست رب آسمان های هفتگانه و رب عرش عظیم؟ سیقولون لله، ان قریب خواهند گفت همه برای الله است. قل افلا تتقون، آیا شما از عبادت غیر الله نمی ترسید؟ قل من بیده ملکوت کل شیء، بگو کدام ذات است به دست او هست خزائن هر چیز، تمام خزانه ها، تمام اختیارات به دست او هست. و هو یجیر، و اون ذاتی است که پناه میده، اما ولا یجار علیه، کسی در مقابل او پناه داده نمیشه. یعنی کسی نمیتواند کسی را پناه بده از عذاب خدا. ان کنتم تعلمون، اگه شما میدانید کیه؟ سیقولون لله، میگویند همه اینها برای خداست. وقتی برای خداست، پس ای مشرکان، ای ظالمان، قل فانا تسحرون، به کدام سمت شما بازیچه سحر و افسون گشتید؟ چرا شما اینطور جادو شده هستید؟ شما اینطور دیوانه و منکر هستید؟ بل اتیناهم بالحق، الله می فرماید بعد از این سوالات و استفهامات، بلکه واقعیت اینه که ما حق را برای اونها آوردیم، حق را فرستادیم. و انهم لکاذبون، اما اونها تکذیب کننده. حالا الله تعالی حق و واقعیت را میگه، اینه، نه اون چی که مشرکین میگن. ما اتخذ الله من ولد،
خدا انتخاب نکرده هیچ فرزندی را برای خودش. و ما کان معه من اله، و نیست همراه با خدا هیچ معبود دیگری. اگر معبود دیگری بود اذا لذهب كل اله بما خلق، در این هنگام میرفت هر الهی به طرف آن چیزی که او را آفریده بود، آنچه که او را خلق کرده بود. كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، بعداً بعضی بر بعضی چی میکردند؟ بر بعضی مسلط میشدند، یعنی هر کدوم که زور داشت بر دیگری مسلط میشد. سبحان الله عما یصفون. از این چیزهایی که مردم توصیف میکنند بیان میکنند خدا پاک است، خدا مبراست، عالم الغیب و الشهاده، اون ذاتی هست که داننده غیب هست، یعنی هر چی که از چشمان شما مخفی هست، و الشهاده، هر چیزی که شما میبینید همه را خدا میبیند، اونی که میبینید اونی که نمیبینید خدا میبیند. فتعال عما یشرکون، اون ذات برتر و بالاتر است از اون چی که مردم شریک میگیرند. استراحتی بفرمایید و بعد برگردید.